سلام. تو این قسمت از آموزش 0% برنامه کپکات میخوام بهتون یاد بدم که چطور یه حساب کاربری بسازید، ویدیوها و پروژه هاتون رو توی حساب کاربریتون آپلود کنید، با قابلیت‌های هوش مصنوعی کپکات کار کنید و از قالب‌های آماده‌ای که کاربری دیگه ساختن برای پروژه خودتون استفاده کنید. برای ساخت حساب کاربری توی برنامه کپکات کافیه وقتی اون رو اجرا می‌کنید از این نوار پایین روی گزینه می بزنید و بعدش گزینه سوم یعنی ورود مستقیم از طریق ایمیل رو انتخاب کنید. اگه نسخه پرو برنامه رو داشته باشید بقیه روش ها کار نمی‌کنه و فقط باید از طریق روش ایمیل حساب کاربری بسازید. روی این گزینه که بزنید بعد کافیه روی گزینه ساین اپ بزنید و حالا آدرس ایمیلی که میخواید باش اکانت بسازید و وارد کنید. این آدرس فعلی که روشه من قبلا باش اکانت ساختم، حالا میخوام یه اکانت جدید بسازم. بعد از اینی که آدرس ایمیل رو زدید روی گزینه کنتینیو بزنید. حالا یه کد برای ایمیلتون ارسال میشه. کافیه وارد صندوق ورودی ایمیل یا جیمیلتون بشید و اون کد 6 رقمی رو اینجا وارد کنید. بعدش ازتون میخواد که یه رمز عبورم برای حساب کاربریتون انتخاب کنید. دقیقاً شبیه حساب کاربری که توی اینستاگرام، تیک تاک یا شبکه‌های اجتماعی دیگه دارید، اینجام یه رمز عبور برای حسابتون انتخاب میکنید که سریای بعد با آدرس ایمیل و این رمز عبور وارد حساب کاربریتون بشید. بعدش کافیه تاریخ تولدتون رو مشخص کنید. برای اینی که از همه قابلیت‌ها استفاده کنید باید سنتون بالای 14 سال باشه. توی مرحله آخرم کافیه یه نام کاربری برای خودتون انتخاب کنید و بعد که گزینه تایید رو بزنید حساب کاربریتون ساخته میشه و دقیقاً شبیه اینستاگرام و تیک تاک میتونید پیج های مختلف رو دنبال کنید و کارهای ادیتشون رو ببینید. این از بخش حساب کاربری که اگه داشته باشید خب همه امکانات برنامه دیگه براتون باز و قابل استفاده میشه. اما توی همون بخش اول به اسم ادیت، پروژه هایی که تا حالا توی این برنامه داشتید و بهتون نشون میده که اگه سه نقطه مقابلش رو بزنید با گزینه اول میتونید توی حساب کاربریتون ازش بکاپ بگیرید، با گزینه دوم میتونید اسمش رو تغییر بدید، گزینه سوم برای کپی گرفتن و گزینه چهارم برای حذف کردنشه. اگه روی گزینه بکاپ بزنید توی فضای ابری که بهتون اختصاص داده شده که برای هر اکانتی 1 گیگه، اینجا روی گزینه آبی رنگ بزنید بهتون نشون میده. ویدیوتون آپلود میشه و میتونید بعداً توی دستگاه دیگه حساب کاربریتون رو بزنید و همون ویدیو رو ویرایش کنید. اینجا برای اینکه حالا این آپلود رو من قطع کنم روی این بخش بالای صفحه میتونید بزنید شما هم و پروژه هاتون رو مدیریت کنید. توی این بخش برند کیتش هم همونی بود که توی فصل قبلی بهتون توضیح دادم. میتونید یه سری ویدیو، عکس، موزیک، استیکر یا فایل های دیگر رو برای خودتون آپلود کنید و دیگه هر زمان که اکانتتون رو روی دستگاهی بزنید خیلی سریع بتونید از این فایلایی که دارید استفاده کنید. من حالا مثلا یه دونه فونت آبینی رو آپلود کردم، بعدم میتونم توی پروژه راحت از همون بخش برند فونت استفاده کنم. توی این بخش شیر فایل هم خب اون فایلاییه که ساختید و با کاربرا به اشتراک گذاشتید. این از همه قابلیت‌های این قسمت. حالا برگردیم به صفحه قبل. اینجا اگه روی این گزینه اکسپند بالای صفحه بزنید یه سری قابلیت هوش مصنوعی براتون میاره. البته اولین چرخ دنده بالای صفحه رو بهتون بگم. با گزینه اول میتونید زبان برنامه رو تغییر بدید و با گزینه دوم میتونید اون تبلیغات آخر کلیپ ها رو کاملا غیر فعال کنید که دیگه هر بار مجبور نباشید حذفشون کنید. اما قابلیت های هوش مصنوعی این بخش رو میخوام بهتون توضیح بدم. روی گزینه اتوکات که بزنید میتونید خیلی سریع ویدیوتون رو با یه سری طرح آماده جایگزین کنید. این بخش با تمپلیت یه خورده متفاوته. اینجا شما میتونید روی گزینه ادیتش بزنید، موزیکش رو تغییر بدید یا یه سری بخشاش هم عوض کنید. ولی توی بخش تمپلیت دیگه قابل ویرایش نیست که برای تغییراتش هم کافی روی این گزینه ریپلیس پایین صفحه بزنید یا روی اون لایه که میزنید یک بار دیگه کلیک کنید و با گزینه ادیت ویرایشش کنید. آخر کارم برای خروجی گرفتن کافی این گزینه سفید رنگ رو بزنید که واترمارک کپکات از روی ویدیوتون حذف بشه. این از بخش اولش. اما توی قسمت دوم به اسم تکست تو ایمیج شما میتونید شبیه هوش مصنوعی بینگ و هوش مصنوعی دیگه یه سری پرامپت و توضیحات رو به یه عکس تبدیل کنید که من از همون پرامپتی که توی هوش مصنوعی بینگ استفاده کردم اینجا استفاده میکنم ببینم چه نتیجه‌ای رو بهم نشون میده. همونطور که میبینید عکسای تقریبا مشابه بینگ رو برام ساخته که البته با بینگ کلی فرق داره. اونجا حتی متنی هم که بهش داده بودم روی تصویر نوشته
ولی اینم باز دوباره قابل قبوله. هر کدومو خواستید میتونید با این گزینه سیو ذخیره کنید یا با این گزینه آپ اسکیل کیفیتش رو بالاتر ببرید و بعدش توی حافظتون ذخیره کنید. از گزینه بعدی به اسم فوتو ادیتور میتونید برای ویرایش عکساتون استفاده کنید که با گزینه اولی خب میتونید نسبت تصویرش رو تغییر بدید، اون رو توی سایزهای مختلف برش بدید. با گزینه دوم میتونید متن روش اضافه کنید که متاسفانه از نوشته فارسی پشتیبانی نمیکنه. ممکنه حالا بعداً قابلیت فونت فارسی هم بهش اضافه بشه. با قابلیت سومش میتونید از این شیپ‌های پس زمینه متن اضافه کنید که میتونه خیلی کاربردی باشه. با گزینه استیکر و اد فوتو هم خب میتونید استیکر و عکس اضافه کنید و گزینه بعدی به اسم ادجاست و فیلتر هم میتونه خیلی کاربردی باشه. رنگ و نور و کنتراست عکس رو تغییر بدید. با گزینه بعدی به اسم اسکریپت تو ویدیو میتونید یه سری دستور و پرامپت رو به ویدیو تبدیل کنید که من هر چقدر امتحان کردم کار نکرد. حالا نمیدونم به خاطر زبان فارسی بود یا کلا کار نمیکنه. با گزینه کامرا خب میتونید از دوربین استفاده کنید. گزینه بعدی به اسم AI Effects همونی بود که قبلا هم بهتون توضیحش دادم. میتونید یه عکستون رو با هوش مصنوعی به عکسای دیگه تغییر بدید که اینجا بازم نتیجهش زیاد جالب نیست. من الان عکس رونالدو رو با همین طرحی که خودش داره جایگزین میکنم، میبینید که کلا جنسیتش رو عوض میکنه. با گزینه AI مدل میتونید لباستون رو با شخصیتی که اینجا قرار داره جایگزین کنید، ببینید که مثلا اون لباسی که میخواید بخرید میاد نمیاد چطوریه. میتونید عکسای آماده‌اش رو از اینترنت داشته باشید و روی این شخص امتحانش کنید. با گزینه AI پوستر خب میتونید برای محصولاتتون از این بنرها و طرح‌های جذاب بسازید که خودش یه سری طرح آماده داره، ولی میتونید باز دوباره براش پرامپت بنویسید و اونو بسازید. با گزینه بعدی میتونید خیلی سریع پس زمینه محصولاتتون رو تغییر بدید و اونو روی یه استیج یا پس زمینه خیلی جدید و جذاب بذارید. من حالا یه دونه عکس ماشین داشتم اینجا بهتون نشون بدم. میبینید که با هوش مصنوعی یه پس زمینه جدید براش ساختم. با گزینه ایمیج انهانسمنت میتونید کیفیت عکساتون رو بیشتر کنید که البته زیادم کاربردی نیست و قابلیت افزایش کیفیت هوش مصنوعی پیکسارت از این خیلی دقیق‌تر و بهتره. با گزینه ریموو بک‌گراند میتونید پس زمینه عکس خودتون یا محصولاتتون رو خیلی سریع حذف کنید. در حد پیکسارت خوبه و کامل تشخیص میده. و با گزینه تلپرامپتر میتونید تعیین کنید که همزمان اون متنی که میخواید بخونید رو روی صفحه بهتون نمایش بده و وقتی که دارید از خودتون ویدیو میگیرید بدون اینکه توپق بزنید اون متن رو بخونید. خوشبختانه از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. با گزینه اوتو کپشن میتونید به صورت خودکار برای ویدیوهاتون زیرنویس بسازید که فقط مخصوص انگلیسی و چینی و چند تا زبان دیگه است. و با گزینه ریتاچ هم میتونید خب چهرهتون رو روتوش کنید که توی فصل 1 کامل بهتون توضیحش دادم. میتونستید از همون بخش ادیت چهرهتون رو روتوش کنید و دندونتون رو سفید کنید، صورتتون رو صاف کنید و یه سری کارهای دیگه. این از همه قابلیت هایی که توی برنامه کپکات وجود داشت که سعی کردم همشون رو ریز بریز بهتون توضیح بدم. راستی از این بخش تمپلیت هم خب باز دوباره میتونستید از همون طرح‌های آماده کاربر دیگه استفاده کنید که من الان اینجا میبینم یه کاربر ایرانی هم قالبش رو به اشتراک گذاشته. اینجا میتونید روی یوز تمپلیت بزنید و ویدیوتون رو باهاش جایگزین کنید. از بخش اینباکس هم خب میتونید پیامایی که کاربرای دیگه براتون میدن یا خود برنامه براتون ارسال میکنه رو ببینید. و دیگه چیز خاصی نداره. از ویدیوی بعدی ادیت‌های حرفه‌ای یوتیوبرها رو بهتون آموزش میدم. اگه تا اینجای کار از آموزش‌ها راضی بودید خیلی خیلی خوشحال میشم که ویدیوها رو لایک کنید و کانال ترفند 3 رو دنبال کنید. موفق باشید.